بدرود خدمت کشتی دوستان. مرحله رقابت‌های امیدهای جهان، غلامرضا فرخی ما باید قرار بگیره در مقابل یاکوبسن از ایالات متحده امریکا تا لحظات دیگر و کار آغاز شده. این طرف 23 ثانیه از این رقابت رو سپری کردیم و غلامرضا فرخی هنوز نتونسته امتیازی بگیری. کشتی سخت در مقابل یه امریکایی. ببینیم که چجوری کار رو آغاز میکنه و آیا میتونه به راحت این کشتی ها که کار غلامرضا فرخی سخت و راحت بود. تا لحظات دیگه خواهیم دید که پهلوان شیرازی ما میتونه از صدی حریف عبور کنه یا یاکوبسن از ایالات متحده یا خیر. یک دقیقه از این رقابت رو سپری کرد. من حساب کار مساوی است و این غلامرضا فرخیه که داره بهتر از حریف کار میکنه. هر دو کشتیگیر با گاردی بسته دارن مبارزه میکنن. آقای امینی از کنار تشک به او اشاره میکنه که با آرامش کارش رو ادامه بده. 1 دقیقه و 20 ثانیه از این رقابت رو سپری کردیم و همچنان امتیازی رد و بدل نشده. غلامرضا فرخی در 2 ماه اخیر این سومین رقابت مهمه اوست که داره شرکت میکنه، اون هم در یه وزن بالاتر. او در 82 کیلو اومده قهرمان جهان شده 1 ماه گذشته و حالا یه وزن بالاتر در 87 کیلو در مقابل حریف از ایالات متحده قرار گرفته. 3 تا کشتی خوب رو امروز صبح برده و حالا اولین امتیاز رو میدن به غلامرضا فرخی و بعد حریف رو در خاک در اختیار بگیره. امیدواریم که بتونه اون کلیدوار اندازهای جانانه خودش رو اجرا کنه روی یاکوبسن از ایالات متحده امریکا. میره به سراغ کلیدوار انداز رو جمع کرد. اولی رو بنازم به تو 3-0 میکنه کار رو. یکی دیگه باید بزنه، یکی دیگه آفرین بر تو. یه دونه دیگه هم اجرا میکنه، یه دونه دیگه هم اجرا میکنه. 8-0 میکنه، 9-0 میکنه، تمام میکنه کار رو. یک سره میکنه. رستم ایرانی کشتی دنیا غلامرضا فرخی دلاوری میکنه، پرچم ایران رو نشون میده به همه دنیا و میگه که یه قهرمان جدید در 87 کیلو هم ما خواهیم داشت. انشالله در المپیک از او طلا ببینیم. موفق میشه به فینال رقابت‌های جهانی بره. از شگرد خودش استفاده کرد و کلیدوار انداز رو جمع کرد و 4 تا کلیدوار انداز جانانه رو زد و حریف رو 9-0 مقهور میکنه و موفق میشه به فینال رقابت‌های جهانی امیدها در سال 2025 راه پیدا کنه. تبریک